بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در سلسله برنامه شناخت سیاست اسلامی در درس نهم قرار داریم و در این جلسه سیاست در دوران خلافت راشده را خواهیم خواند. در جلسات گذشته سیاست قبل از اسلام در خارج شبه جزیره عرب و در خود شبه جزیره عرب و همچنین سیاست در دوران زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم در دو بخش مکی و مدنی این مسائل خواندیم و توضیح دادیم و در این جلسه میرسیم به دوران خلافت راشده، ببینیم که در این دوران سیاست اسلامی به چه شکل پیش رفته. خب ابتداً صفحه کتاب را خدمت شما دوستان عزیزان ارائه داشته باشم. خب الدولة الاسلامیه فی عهد الخلفاء الراشدین، دولت اسلامی یا در واقع بگیم سیاست اسلامی در دوران خلفای راشدین. تعریف خلافت. اولا خود خلافت چیست؟ ببینید خلافت یکی معنای لغوی داره، یکی معنای اصطلاحی داره و متاسفانه خیلی از دوستان و عزیزان که با خود درست یعنی درک نکردن که خلافت اصلا چیست، خلافت درست برداشت نکردن که خلافت چه مفهومی دارد و چه معنایی دارد. الخلافت فی اللغه، خلافت در لغت چیست؟ از کلمه خلفه گرفته شده، یعنی جانشین شدن. خلیفه به معنی جانشین و خلفه کسی که بعد از دیگری بیاید. الخلافت من خلف فلانون فلانن، فلانی جانشین فلانی شده اذا کان خلیفته و استخلف فلانن من فلانین، فلانی از فلانی خلافت گرفت یعنی به جای او نشست، یعنی جعله مکانه، یعنی ببخشید و استخلف فلانن من فلانین یعنی فلانی رو خلیفه خود قرار داد، یعنی یک نفر دیگری رو خلیفه خود قرار داد. یقال خلفه فی قومه، بعدا این از لحاظ لغوی توضیح داده، نتیجه همین حرف است. و بعدا هم گفته و الخلیفه الذی یستخلف من قبله، خلیفه کسی است که به جای شخص قبل از خود می نشیند. و جمعی و خلائف هم آمده، خلفا هم هست. و الخلافت الامارت، از لحاظ لغوی خلافت معنی امارت، فرقی نمیکنه امارت باشد یا خلافت باشد. و امیر المؤمنین یا خلیفه مسلمین هر دو یک فرد. عمر ابن خطاب رضی الله عنه هم خلیفه مسلمین بود هم امیر المؤمنین. ابوبکر صدیق هم خلیفه مسلمین بود هم امیر المؤمنین بود و همچنین دیگر بزرگان. الخلافت فی الاصطلاح، اما در اصطلاح شریعتی که از لحاظ لغوی بود، از لحاظ اصطلاح عرفها العلماء به تعریفات عده، چند تا تعریف کردن. اول تعریف الامام الماوردی، امام ماوردی به این شکل تفسیر کرده حیث جعلها مرادفة للامامه، امامت یعنی رهبریت امت، امامت کبرا، البته امامت صغرا که امامت نماز است، امامت کبرا امامت در تمام امور دولت است. و لحاظا امامت، امارت، خلافت همه یک معنا داره. علامه ماوردی گفته الامامت موضوعة لخلافت النبوه، خود امامت وضع شده برای خلافت پیامبری، یعنی به جای پیامبر نشستن، فی حراست الدین و سیاست الدنیا. در این که پس لازم اشاره میکنه که در امارت و در خلافت و در اولوالامر و مسلمین بودن هدف دو چیز است، یکی حراست دین که دین مردم محفوظ باشد و دیگه سیاست دنیا، تدبیر امور دنیوی مردم بشود. هر دو بخش باید پیش برود. اگر پس سیاستی باشد که او به توجه به دین نداشته باشد، سیاست ناقصی است. و اگر سیاستی باشد که توجه به دنیا، به تدبیر امور مردم در دنیا نداشته باشد، حل مشکلات مردم در دنیا نداشته باشد، بازم ناقص است. امام جوینی گفته است الامامت ریاست تامه، امامت یعنی ریاست کامل، ریاست عمومی. و زعامت عامه، زعامت رهبریت، رهبریت عمومی که تعلق میگیرد به خاصه و عامه در مهمات دین و دنیا. متضمنها یعنی در ضمن او چیست، چه وظایفی در ضمن آن نهفته است؟ حفظ حوزه، یعنی سرزمین مسلمین، حوزه مسلمین را حفظ کردن که به سرزمین اسلامی کسی تجاوز نکند، رعایت حال رعیت، مشکلاتشون حل شود، و اقامت الدعوه و دعوت دین ادامه داشته باشد، بپا باشد. شیخ محمد رشید رضا گفته الخلافت و الامامت العظمى و امارت المؤمنین ثلاث کلمات، خلافت، امامت، امارت المؤمنین سه کلمه است، معناها واحد، همه به یک معنا هست.
و هو رئاسة الحکومه، اصل چیز یعنی ریاست حکومت اسلامی الجامعه لمصالح الدین و دنیا که مصلحت دین و دنیا را در بر دارد. ببینیم پس هدف اصلی این است و این که خلافت واجب هست، باید امیری برای مسلمین باشد، این هم حالا بعداً باز میخوانیم و بعداً باز اونجا توضیحاتی خواهیم داد در او راستا و بعضی شبهاتی که امروزه متاسفانه بین بعضی از جوانها مطرح است. المقاصد الشرعیه للخلافه، حالا هدف اصلی از این خلافت چیست؟ این خلافت چرا باید باشد؟ هدف از امیرالمؤمنین بودن، این که باید مسلمان ها امیری داشته باشن چیست؟ این چیزی که ما قبلا هم خواندیم در بحث سیاست در اول و ضرورت به سیاست و اهمیت سیاست در اوایل هم خواندیم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفته است مقصود اصلی الواجب بالولایات اصلاح دین الخلق، مقصود واجبی از ولایاتی که باید اولوالامری باشد، ولی امر مسلمینی باشد و واجب است که باشد، مقصود از او چیست؟ هدف چیست؟ اصلاح دین خلق. ای اول الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبینا، دین خلق اصلاح شود، یعنی روی مسائل دینی کار شود، تبلیغ، دعوت، ساختن مدارس، مساجد، دعوت را پیش بردن، دعوتگرانی را به مناطق مختلف فرستادن که اگر دینشون از بین برود خسران مبین میکنن، خسران آشکار میکنن، دین برایشون روشن شود، صنفا و درس‌های مختلفی گذاشته شود برایشان، بیداری به وجود بیاید، درک فهم صحیح به وجود بیاید. ولم ينفعهم ما نعموا به فی الدنیا، اگر دینشون از بین رفت از دنیای خود هم صحیح استفاده نمیکنن. لازم ما میبینیم امروز کسایی که دین ندارن، خیلی‌هاشون با وجودی که نعمت دنیا دارن خودکشی میکنن. و اصلاح ما لا یقوم الدین الا به من امر دنیاهم، و دیگه چیز این عطف میشه برای اصلاح دین خلق. یک هدف و مقصود بزرگ از خلافت اسلامی اصلاح دین خلق است. دوم چیز؟ اصلاح آنچه که قیام دین نمیشود مگر به آن از امر دنیا، یعنی امور دنیایی که اونام نیاز است، اونام ضرورت است برای زندگی انسان ها و برای نیازهایشان و برای اقامه دین الله که وسیله آن میشود. پس مقصود خلاصه این است ان یکون الدین کله لله، همه دین از الله، اطاعت از الله است، و ان تکون کلمت الله العلیا. یعنی خلاصه پس هدف اصلی این است که هم کار دنیای مردم درست باشد و هم کار دینشان درست باشد و دنیایشان برای دینشان باشد و دینشان برای صلاح دنیا و آخرتشان است. و جماع هذه المقاصد، و خلاصه این تمام مقاصد میتونیم بگیم اقامه امر الله عزوجل در زمین علی الوجه الذی شرع. هدف اصلی از سیاست اسلامی این است که قانون الهی در زمین پیاده شود، عدالت الهی پیاده شود، امر و معروف و نهی از منکر به قانون درستش، به روش درستش با آداب صحیحش که در کتاب و سنت آمده، امر به هر نیکی، به نشر خیر و رفع من قدر چیارا خوبی ها را بالا بردن و نهی از هر منکری و نابود کردن هر فسادی، رشوت و ظلم و ستم و آدمکشی و جنایت و بد اخلاقی و فحشا و اینا از بین بره. والحط من شأنی و اهلی، و اهل آن سرکوب بشوند، پایین بروند تا همچنین اموری در جامعه پخش نکنند. و هذا هو الهدف والمقصد الاساسی للامامه فی الاسلام. هدف اصلی از امامت در اسلام همین است، صلاح در جامعه بیاید. وقد اوضح الله عز وجل هذا الهدف في كتاب الكريم. الله تعالی این هدف را در قرآن بیان کرده. الذين ان مكناهم في الارض، آن بندگان نیکی که اگر آنان را در زمین تمکین ببخشیم اقام الصلاه، نماز را به پا می‌دارند، و آتوا الزکات، و زکات را ادا می‌کنند، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، امر به خوبی می‌کنند، نهی از بدی می‌کنند. ولله عاقبة الامور، عاقبت امور از آن الله است. و هذه المقاصد بالخلافه او الامامه تتمثل في مقصدين كبيرين. پس خلاصی میگه در دو امر خلاصه میشه: اقامه دین، سیاست الدنیا بالدین، دین اقامه شود و دنیا به وسیله دین مدیریت شود و تدبیر شود و تنظیم شود تا مردم هم در دنیای خود به سعادت باشند هم در دین خود. حالا میگیم حکم نصب خلیفه. این که خلیفه برای مسلمین باشد حکمش چیست؟ ببینید این که حکمش چیست یعنی چی؟ یعنی دو حالت ما اینجا داریم. یکی که مسلمانان جهان یک رهبری دارند و زیر نظر یک رهبر کار میکنن، اتفاق دارن، اتحاد دارن، همبستگی دارن و رهبر واحد دارن. یکی که نه، رهبری ندارن و خودشون اصلا حکومتی وجود ندارد، مردم کاملا همه به سر خود هستند
مثلا کسی حق کسی را بخورد، کسی نیست که بگه چرا چنین کردی. نه کسی است که حق ظالم را مظلوم را از ظالم بگیرد، نه کسی است که حدود قصاصی جاری بکند، نه قانون جزایی است، نه قانون مدنی، هیچ چیزی نیست. اصلا رئیسی برای دولت وجود ندارد، هر کس به سر خودش است. این دو حالت. حالا همین که امیری تعیین بشود، آیا این واجب است، مستحب است؟ به اجماع اهل سنت این مسئله واجب است. حتی بسیاری از اهل بدعت، گروه‌های مخالف اهل سنت هم قائل به وجوب آن هستند، بلکه از بزرگترین واجبات دینی است، چون بسیاری از واجبات دینی موقوف به اوه که اگر او نباشه خیلی واجبات دینی میتونه که انجام نشه. به همین علت است که فقها و علما گفتند که حتی اگر در کشور غیر اسلامی بود که حکومت در اونجا به دست کفار بود، مسلمان ها باید یک قاضی از خود تعیین کنند و زیر نظر او امور خود تنظیم بکنند. یک رهبریتی باید داشته باشند که در امور دینیشان درشان قضاوت بکند، حکم بکند. حکم نصب خلیفه، وجود هیئت حاکمه‌ای که تقیم الشرع، یک هیئت حاکمه‌ای باشد، دولتی باشد که شریعت را اقامه کند و تضبط الامن و امنیت را منضبط بسازد و تمنع العدوان، تجاوز را منع کند، از ضرورات حیات است، این از ضرورات زندگی است. علاوه بر این که فضلا عن کونها، علاوه بر این که من اعظم الواجبات الدینیه، از بزرگترین واجبات دینی است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرموده است یجب ان یعرف، واجب است که فهمیده شود که ولایت امر ناس، اولی الامر مردم بودن، من اعظم واجبات الدین، بل لا قیام للدین ولا دنیا الا بها، دین و دنیا اقامه نمیشود مگر به وسیله یک رهبریت. فان بنی آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع، بنی آدم، قبلا قول ابن خلدون خواندیم که انسان موجودی است مدنی الطبع، یعنی باید در اجتماع زندگی کنه، نمیشه انفرادی زندگی کنه. خاصیت انسان همچنین است و وقتی در اجتماع زندگی کند، خب در اینجا مصلحتشان خواهش میکنه که یک رهبریت داشته باشد، چون مصلحتشان نمیشود مگر به اجتماع، لحاجت بعد ملابد ولا بد له من الاجتماع من رأس، در وقت جمع شدن باید یک رأسی، یک سری داشته باشد، بزرگی داشته باشد. لهذا وقد اجمعت الامه على القول بوجوب نصب الخلیفه، نیست که قول شیخ الاسلام ابن تیمیه فقط باشد، امت اجماع دارد امت به وجوب نصب خلیفه. قال الامام القرطبي رحمه الله ولا خلافه، اصلا اختلاف وجود ندارد فی وجوب ذلك بین الامه ولا بین الائمه، هیچ کس از ائمه و امت به اختلاف ندارد. وقد وافق اهل السنه فی القول بالوجوب بعض الفرق، بعضی از فرقه های اهل بدعت هم با اهل سنت موافق هستند، مثل مرجئه، مثل شیعه، مثل بعضی معتزله، مثل خوارج، اینا هم قبول دارن. و من ادله الوجوب ما یلی، حالا دلایل چیست؟ امت اجماع دارن، به چه دلیل اجماع کردن؟ به دلیل این دلایل، بعضی اینجا آورده. از جمله آیه مبارکه الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، از الله اطاعت کنید، از رسول اطاعت کنید و اولی الامر خود اطاعت کنید. حالا از اولی الامر خود، اولا اولی الامر منکم، اولی الامر که از شما باشد، یعنی مسلمان باشد، اولی الامر میشه از کفار باشد. حالا از اولی الامر خود اطاعت کنید، الله امر کرده، خب ممکنه که اولی الامر وجود نداشته باشد الله بگه اطاعت کنید، خب باید اولی الامر باشد، یعنی اطاعت از اولی الامر فرع وجود اولی الامر است. پس وجود اولی الامر واجب است که این امر انجام شود. وجه استدلال همیه، وجه استدلال از آیه این است که طاعت ولی امر فی غیر معصیه، به شرطی در چیزی که خلاف شرع نباشد، واجب است به نص قرآن. فاذا لم یوجد خلیفه، اگر خلیفه‌ای نباشد، فلمن تکون الطاعه، پس طاعت از کیست؟ و باید اولی الامری باشد دیگه، الله دستور داده از اولی الامر اطاعت کنید. و به معنی آخر، به معنای دیگر، ان الله لا یأمر بطاعت من لا وجود له، چنین که نمیشه الله به طاعت کسی دستور بدهد که وجودی نداشته باشد یا وجودش واجب نیست. ولا یفرض طاعت من وجود و مندوب، کسی که وجود خودش مستحب است طاعتش میشه واجب باشه، خودش باشد مستحب است، نباشد هم نیست. یعنی میخواد بگه که شاید یکی پیدا بشه بگه نه، تا اولی الامر وجود او لازم و واجب نیست، مستحب است، اگر بود باز اطاعتش واجب است. این میگه نمیشه که وجود خودش مستحب باشد اطاعتش چی باشد؟ واجب. وقتی وجودش مستحب است این چیز ضروری نیست، پس اطاعت او هم خیلی مهم نیست. پس وقتی که طاعتش واجب است وجودش چی؟ واجب است. فالامر بطاعت ولی الامر یقتضی الامر بایجاده، امر به طاعت ولی امر خواهش میکنه که
واجب است که باشد دیگه. و دیگه و در قرآن کریم جایی که عموما دستور داده شده که حکم به منزل الله بشود، خب بدون اولی الامر حکم به منزل الله ممکن نیست، اصلا تطبیق شده نمیتونه. و همچنین در این حدیث من خلع یدا من طاعت، که احادیث که یعنی به تواتر ثابت است در رابطه به ولی امر، اطاعت از ولی امر، کسی که دست خود را بکشد از طاعت ولی امر مسلمین لقی الله یوم القیامه لا حجت له. یعنی اگر امیری برای مسلمین است و کسی میآید از این جمع مسلمین خود جدا میکنه، دقت کنید خلیفه مسلمین باید یکی باشد. احادیث متعدد هم داریم که خلیفه دوم را حتی فقتلوه بکشید. اگر امر مسلمین جمع است به یک شخص و ای که بگیم بر یک شخص، اصل در اسلام این است که تمام جهان اسلام، تمام کشورهای اسلامی یک امیر دارند، یک رهبر دارند، دیگران همه به عنوان یک والی هستند، به عنوان کسایی که زیر نظر او کار میکنند و او با شورایی داره، مجلس شورای اسلامی است، با اونها مشورت میکنه و امور مدیریت میکنن، رهبریت میکنن. و حالا این شخص باید یک نفر باشه. اگر امر مسلمین بر یک نفر جمع بود، همه اتفاق داشتن بر یک نفر، یک شخص ثانی و دومی آمد ادعای خلافت کرد، در احادیث متعدد داریم پیامبر میگه اینو بکشین چون این فتنه برپا کرده، امر امت را به اختلاف تبدیل کرده. پس تمام امت باید یکی باشن. این حالتی که امروزه هر کشور جدا جدا از خود امیری داره، اینها به او اصطلاح شرعی نمیتونیم امیرالمومنین بنامیم. اینا امیرالمومنین نیستن، اینا امیر یک منطقی از مسلمین هستن، درسته؟ امیر المؤمنین کل جهان اسلام نیستن. اینا امیرالمومنین وقتی میگیم یعنی امیر المؤمنین کل جهان، در حالی که اینا بعضی اوقات خودشون تصریح میکنن میگن ما به دیگه کشورها کار نداریم، ما فقط به این منطقه کار داریم. و چگونه میشه امیرالمومنین باشه؟ و لحاظا چی که هست امیرالمومنین به کل جهان اسلام است. امروز متاسفانه یک امارات‌های کوچکی است در واقع، مثل ملوک طوایفی است دیگه. هر طایفه یک ملکی دارن، پادشاهی دارن و چی دارن. او وظیفه اصلی اسلامی نیست. و دیگه اینکه بعضی هم فکر کردن که منظور از خلیفه‌ای که باید تعیین بشود یک نفر خلاصه تعیین کنن خلیفه، یک منطقه‌ای را بگیرن به دست خود، تمام جهان اسلام یک طرف است، یک عده گروهک اونجا یک کنار، و بعدا میگن ما خلیفه مسلمینیم و به این ادعا. نه، نمیشه. خلیفه مسلمین به توافق امت تعیین میشه. باز بعدا میخوانیم که تعیین اولی الامر مسلمین نمیشه که خود نفر بیای بگه مه. و از لحاظ شرعی روش تعیین او نیست که به زور نفر بیای یک منطقه بگیره بعدا بگه من اولی الامر مسلمین است، بلکه اولی الامر مسلمین به تعیین اهل حل و عقد و بزرگان امت اسلامی به اساس شورا و مشورت و آرایی که دارن، نظریاتی که دارن، تعیین میشه، انتخاب میشه. که بعدا این بحث بیشتر میخوانیم. چنین نیست که یک گوشه بگه من خلیفه، خلافت او ثابت بشه و یکی دیگه او طرف دیگه باز بگه من هستم، میگه نه او یکی دیگه نیست، باز این ثابت بشه. هیچ کدام نمیشه بی‌طریق. و من خلع یدن، حالا پس کسی که دست خود را بکشد از طاعت اولی الامر لقی الله یوم القیامه لا حجت له، روز قیامت با الله ملاقات میکند که هیچ دلیلی ندارد چرا از اطاعت اولی الامر دست کشیدی. ها، اگر اولی الامر به چیزی خلاف شریعت دستور داد اطاعت نکن، اما خروج هم نکن مگر اینکه کفر آشکار دیده بشه. او باز بحث جداست که در حدیث هم آمده الا ان تروا کفرا بواحا، و بعدا این مباحث خواهد آمد. و من مات، و کسی که مرد، بحث اصلی استدلال اینجاست، ولیس فی عنقه بیعه، اگه کسی مرد و به گردن او بیعت امیر مسلمین نبود، مات میتتا جاهلیتا، این به مرگ جاهلیت مرده. حالا چرا به مرگ جاهلیت؟ علت اصلی چیست؟ علت اصلی این است که در زمان جاهلیت قبل از اسلام، یعنی وجه تشبیه، در جاهلیت قبل از اسلام ما سیاست قبلا خواندیم، در جاهلیت خصوصا در شبه جزیره عرب اصلا حکومت و سیاست وجود نداشت، امیرالمومنین وجود نداشت، اسلام که نبود، اصلا امیری برای همون مردم هم نبود، و بلکه قبیله ای بود، نظام قبیله ای، و هر قبیله از خود قدرتی داشت. و لحاظا اگر امروزه هم امیری وجود نداشته باشد، پس برمیگرده به همون جاهلیت، یک گروهی طرف یک گروهی طرف یک گروهی طرف بزنن به کله هم دیگر. این است که کسی که از امر خلیفه مسلمین سرپیچی میکنه به این معنا که از اطاعت او بیرون میشه و بیعت او رها میکنه، به مرگ جاهلیت میبره. اصلا هدف این است. اما متاسفانه اینجا شیعه آمده سوء استفاده کرده، گفته ببین یعنی این باید امامی باشد، او هم امام یک امام تخیلی، امام زمان به خیال ما یک شخصی است که از 1200 سال عمر اوست، غائب هست،
کمک میکنه، جهان مدیریت میکنه، فلان و فلان میکنه، منتظر باش تا بیاید. بابا این که اصلا نمیدونم که تو قبول کنی که بیا ما بپذیریم همین امام زمان همی و منظور از یه حدیث هم همیه. خب بابا این که باز چگونه اطاعت کنم کسی که نمیبینم؟ نه این باز خامنه ای و خمینی نماینده او شدن. من دیدم که خود او که بفهم که این نماینده اوست، این راست میگه یا دروغ میگه. و 100% هم اصلا از ریشه دروغ جریان. یک شخصیت خیالی 1200 ساله کلا یک چیز تخیلی است، یک چیز دروغ است. و از دروغ هم یکی را آوردن باز این نماینده آقا امام زمان است ولی امر مسلمین جهان. کلا هم فریب دادن مردم، بازی دادن مردم. و بعدا هم یک بیچاره ساده هم پیدا میشه بعدن میگه بله یه حدیث ببین به همون ربط داره. ولیس فی عنقه بیعه، کسی که در گردن او بیعت امیر نباشد مات میتتن جایی. بعضی هم باز میان میره میبینی گروه های افراطی دیگری که میگن بله ما خلیفه تعیین کردیم و هر کس به این خلیفه بیعت نکند به مرگ جاهلیت مرده. یک گروه میاد، یکی دیگه باز میاد میگه نه امیر ماست، خلیفه ماست، امیرالمومنین ماست، با این باید بیعت کنی وگرنه مات میتتن. هر کدام ادعای خود میکنن، هیچ کدام اینا درست نیست، اینا همه باطل است. خلیفه بر اساس توافق امت اسلامی تعیین میشه، بزرگان امت اسلامی رو تعیین میکنن، نه اینکه خود او با چند نفر بیا یک چیزی بگه و عموم امت هم رو رد کنن و گروهی باشن که افکارشان، نظریاتشان، رفتارشان و اعتقاداتشان کلا مخالف شرع است. وجه استدلال به این حدیث ان طاعت ولی الامر فی غیر معصیت الله والبیعت له من الواجبات. از این حدیث خیلی واضح فهمیده میشه که اطاعت او و بیعت واجب. حدیث هم در صحیح مسلم است. و البته در این باب احادیث خیلی متعدد داریم، میتونه نمونه و مثال آورده. در کتاب مشکات المصابیح خیلی جمع‌آوری زیاد کرده. باب الاماره رو ببینیم، یک باب در کتاب الاماره در مشکات المصابیح خیلی مفصل احادیث جمع‌آوری کرده خطیب تبریزی. ولا يمكن تحقيق مثل هذه الواجبات الا بوجود خلیفه. و واجبات دینی امکان ندارد که انجام شود بسیاری از اونها مگر به وجود خلیفه. و به معنای دیگر اذا کان طاعت ولی الامر، وقتی طاعت ولی الامر واجب است در غیر معصیت الهی و همچنین بیعت واجب است، پس وجوب نصب خلیفه به این باب اولا دیگه. میشه بیعت واجب باشه خلیفه نباشه؟ نه نمیشه دیگه. و هذا من باب بالقاعده الفقهیه، این از باب همان قاعده فقهی است که تنصیص میکند ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. چیزی که واجب بدون آن تمام نمیشود خود او هم میشه چی؟ واجب. قوله صلی الله علیه وسلم، سومین دلیل، اذا خرج ثلاثه فی سفر فلیؤمر احدهم. این که امارت سر جای خود که باید مسلمان ها هم یک رهبر داشته باشند، امیر داشته باشند، خلیفه داشته باشند، بلکه 3 نفر با هم به سفر میروند باید یک امیری تعیین کنند. پیامبر میگه همین 3 نفر در سفر موضوعی پیش میاد، اختلاف نظری پیدا بشه، یک امیری داشته باشند که برایشان تصمیم بگیره تا منظم باشند. اصلا دستور میده پیامبر به نظم، به نظام، تا اینکه به هم ریزی نباشه، استبداد به رأی نباشه، هر کس بیاد بگه نه من چنین میگم. 3 نفر با هم به سفر میرن یک رهبری داشته باشن. چی برسه به این که دیگه خود دولت تمام مسلمین باشه. که بازم روایت در خب سنن ابی داوود و سنن کبرای بیهقی آمده، حدیث هم هست. قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فاوجب صلی الله علیه و سلم، پیامبر واجب گردانید تعمیر الواحد، امیر گرداندن واحد فی الاجتماع القلیل، در جمع قلیل آرزی در سفر. تنبیه میکنه در واقع به دیگه انواع اجتماعات که به دیگرها به طریق اولا امیری داشته باشید. مکتبی درست میکنین باید مدیری داشته باشه، مسئولی داشته باشه، و دفاتر و دوایر دیگر همه. چی برسه به اینکه خواسته باشیم چی درست کنیم؟ دولتی داشته باشیم. ولی ان الله تعالی اوجب، البته این به طور نمونه بعضی آورده وگرنه ادله خیلی بیشتر از این است. ولی ان الله تعالی اوجب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، میگه و الله امر بالمعروف و نهی عن المنکر واجب گردانده و کامل او که سه روش امر معروف داریم. یکی از اونها منکر را جلوی او گرفتن. یک نوع منکر مثلا یک نفر میبینی که آدم کشته، خب این مردم عادی که نمیتونن قصاص بکنن، بعد دولتی باشه که قصاص بکنه دیگه. حدود رو میخوای جاری بکنه، حدود مردم عادی که حق ندارن جاری کنن، دولت باید جاری کنه. نفر دزدی کرده، نفر زنا کرده، شراب خورده یا جنایت‌های دیگه ای که انجام گرفته. ولا یتم ذلك الا بقوه و اماره، یعنی به قوت و امارت میشه. وجه استدلال واضح است که ما ذکر شیخ الاسلام و هو عنده اذا كان تعمیر الامیر واجبا فی تا آخر همون بحث. وقتی در
گروهی قلیل پیامبر دستور میده که امیری برای خود تعیین کنن، در گروه بزرگ به طریق اولاق واجب است. چهارم اینکه اجماع امت است بدی مسئله، وقد نقل الاجماع و نص علی غیر واحد، جمع زیاد از جمله امام نووی رحمه الله، ابن خلدون، علامه هیثمی. هل نص تمام مسئله اجماعی است، مسئله اتفاقی است، اصلا محل اختلاف نیست. هل نص رسول الله صلی الله علیه و سلم علی خلیفه من بعده، یعنی این اجماع به این خاطر میاره که برداشتی که از نصوص شده قبلا توضیح دادیم برداشت اجماعی است، تمام امت به این برداشت اتفاق دارد. حالا یکی بگه نه من برداشت از این نصوص به شکل دیگری است، اشتباهی کاملا غلط است، مخالف اجماع امت است. حالا سوال بعدی، آیا خود رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از خود خلیفه ای را تنصیصا تصریحا تعیین کردن؟ در قول اکثر علمای اهل سنت، بعضی از علمای اهل سنت گفتن که ابوبکر صدیق تعیین کردن پیامبر، چون وقتی ایشان را تعیین کردن برای امامت نماز، در واقع تعیین کردن برای خلافت مسلمین، و در بعضی احادیث هم که اشاره شده به این مطلب. اما جمهور و اکثر علمای اهل سنت با این نظر موافق نیستند و گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از خود هیچ کس را تعیین نکرده. و بعضی با سوال میکنن، میگن خب این چنین مسئله مهمی که شما میگین اجماع هست که باید امیر تعیین بشود، خلیفه تعیین بشود، پیامبر این رها کرده رفته؟ نه استغفر الله، رها نکرده، قانون داده برای مسلمان ها و امرهم شورا بینهم، کار مسلمانان مشورت است. حالا فرض کنیم پیامبر یکی تعیین میکرد، بعد از فوت پیامبر صلی الله علیه و سلم این خلیفه هم که ابدی زنده نبود دیگه، خب این هم فوت میکرد، باز یکی بعدی رو کی تعیین میکرد؟ اگه بگیم اونجا پیامبر معصوم بودی که معصوم نیست دیگه، که انسان است، بشر است. خب اگه این تعیین میکرد، باز یکی بعدی با او یکی بعدی کی رو تعیین میکرد؟ تا به امروز کو کجاست؟ همین افراد میموندن، همین افراد استبداد به رأی میشد، یعنی یک نفر میاد میگه بعد از من فلانی، و این در اسلام اساسا درست نیست، اشتباهه. و امرهم شورا بینهم، بر اساس مشورت است. لذا پیامبر میتونست تعیین کنه، اما از اون اول قانون و امرهم شورا بینهم در قرآن بین صحابه تطبیق شد و صحابه چیکار کردن؟ بر اساس مشورت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را تعیین کردند. پس پیامبر تنصیص نکرد. الراجح، میگه قول راجح همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم لم ینص علی احد بعینه، هیچ کس را تعیین نکرد معینا لیکون خلیفه له، لكن اعطى اشارات قویه. اشارات داد، اشاره کرد که دلالت میکرد بر افضلیت ابوبکر صدیق و احقیت او به خلافت من بعدی. یکی از بزرگترین اشارات این که در نماز امامت او به اجماع امت برای ابوبکر صدیق داد. پیامبر در مریضی خود هر روز زنده هستن، ابوبکر رو گفتن چی بشه؟ امام جماعت مردم بشه. و همین دلیل شد که بعداً گفتن کسی را که پیامبر در دین ما او رو به ما امام تعیین کرده، ما چگونه در دنیای خود او رو برای خود امام تعیین نکنیم؟ ما در دنیا او امام تعیین کنیم. و هم قبول کردن. و البته شیعه در این مورد میگه نه، علی ابن ابی طالب رضی الله عنه تعیین شده به عید قدیر خم میگذارن، در قدیر خم که کلا یک چیزای خرافات و اباطیل هست، حتی خیلی یعنی چیزای عجیب و غریبی. بعضی هم میبینی که فقط برای قدیر خم آمده 16 جلد کتاب نوشته کرد و کلا یعنی چی بگیم، یک چیزای خرافی است. و حتی این به نام عید درست کردن و کلا یک اهداف دیگری دارن. حتی به او اگه بگه خب حالا فعلا خلیفه مسلمین کیست؟ درست، پیامبر بعد از خود طبق گفته ما که مشکل حل است. ما میگیم امروز خلیفه مسلمین بر اساس مشورت و شورای امت اسلامی تعیین میشه. شما چی میگین؟ چگونه تعیین میشه؟ اونا میگن که ما باید تعیین شه از جانب الله، بسه که از اول علی بن ابی طالب تعیین شده. ما میگیم خب امروز تعیین کن. میگه امروز نیست، اما یک نفر بوده آقا امام زمان، او هم 1200 سال پیش رفته غائب شده. خب حالا غائب شده، حالا ما چه کار کنیم؟ خلیفه مسلمین امور دنیای مسلمین این که نمیشه توقف کنه، بریک بزنه، یک ترمز واله بزنه بعدم بگه منتظر باشیم تا او جناب بیدار شن از چای جمکران حرکت کنن بیان، یا از چای کجا سامر را باشه که اونا از خواب بیدار شن بیاین. نه، شما دعای فرج بخونید که بابا حالا تا اونا بیاین که ما همه مردیم رفتیم خلاص شدیم، حالا فعلا چه کار کنیم؟ راه چاره وجود نداره. اما طبق قانون اهل سنت که اون روش درست و صحیح است، روش پیامبر است، امرهم شورا بینهم، قرآن هم به ما قاعده داده، کارشان مشورت از شورا هست. و شیخ جالب است که خیلی از شیعه بعضی اوقات روایات
حدیثی که مطرح میشه میگن ما روایت حدیثی راجع میکنیم با قرآن کریم. خب بابا اینجا هم راجع کنین، قرآن میگه و امر شورا بینا. چی آمدین همه راه کردین یک طرف و چسبیدین به حرفای بی رفت. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله گفته و تحقیق ان النبي صلی الله علیه وسلم دل المسلمین على استخلاف ابی بکر و ارشدهم الیه بامور متعدده من اقواله و افعاله. گفته تحقیق این است که پیامبر مسلمین را راهنمایی کرد بر خلیفه شدن ابوبکر صدیق و اونا رو ارشاد کرد به امور متعدده با سخنان خود در احادیث مختلف و متعدد و با افعال خود. مثلا زنی آمده پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و موضوعی صحبت کرده، پیامبر به او وعده داده، گفته بعداً اگر آمدم شما نبودین پیش کی بیام؟ گفته برو پیش ابوبکر. و مثل خیلی روایات متعدد دیگر داریم. فلو کان التعیین مما یشتبه علی الامه، اگر تعیین بر امت مشتبه میشد لبینه رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر حتما بیان قاطع میکرد، قاطع للعذر که عذر دیگه برطرف شه. اما وقتی آنها را راهنمایی کرد به دلالات متعدده بر اینکه ابوبکر متعین است و فهم ذلك حصل المقصود، کاملا دیده فهمیدن مقصود حاصل شد و لحاظا امت اجماع کردن بر ابوبکر صدیق، هیچ کس اختلاف نکرد، اصلا اختلافی وجود نبود، اتفاق مشکل کلا حل شد. به گفته یکی از دوستان میگه حتی یک نمازم از جماعت او به هم نخورد بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر فوت کرد، اینقدر شاگردای خوبی تربیت کرده بود که حتی یک نمازم نظمی به هم نخورد، نماز تا به جماعت خوانده شد. این نبود که جماعت به هم بخوره، جماعت خوانده شد، امیر تعیین شد، هم مشکل حل شد. تمام امور حکومت اسلامی او هم در سخت‌ترین شرایط که مرتدین شدن و جنگ رومی ها حمله کرده بودند و امثال او مشکلات های دیگر. از سیاست فی عهد الخلفاء الراشدین رضی الله عنهم. خب به هر صورت حالا سیاست در دوران خلفای راشدین. الخلفاء الراشدون هم الائمه الاربعه، 4 امام بزرگوار، ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین. البته حسن ابن علی رضی الله عنه هم هست در این زمره، از جمله خلفای راشدین است و جمع اونا به نام خامس الخلفاء، خلیفه پنجم هم یاد میکنن. اما بعضی که یاد نکردن علت این است که دوران خلافت حسن ابن علی رضی الله عنه خیلی کم بوده، 6 ماه بوده و در اون 6 ماه هم خیلی امر مهمی صورت نگرفته الا یک جریان که صلح بین جناب حسن ابن علی رضی الله عنه و معاویه رضی الله عنه بوده و خلافت بر اساس توافقی که کردن تسلیم شد به وسیله حسن ابن علی به معاویه رضی الله عنه، تسلیم شد به اونا و مشکل حل شد. اختلافی که سالها طول کشیده بود به پایان رسید و تمام شد که متاسفانه شیعه باز از این ناراض است، ناراحت است که چرا حسن ابن علی رضی الله عنه این کار رو انجام داده و چرا خلافت. اونا که میگن اصلا امامت الهی است، از جانب الله تعیین شده، از نبوت بالاتر است، اما اینجا میگن حسن ابن علی خلافت چی امامت الهی معامله کرده دیگه، داده به از دیدگاه اونا معاذ الله معاویه رضی الله عنه کافر، داده به یک کافر، او هم بدترین کافرها از نظر اونها. اما این که حسن ابن علی چرا امامت الهی را به یک کافر داده دیگه، این رو بیان جواب بدن که چرا این کارو کرده، در حالی که کلا معلوم میشه از ریشه ی حرفا دروغه، بلکه اینا اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، از جانب الله تایید نشده بود، اختلاف نظری به وجود آمده بود، الحمدلله با توافقی که کردن پایان پذیرفت و تمام شد. خیلی ساده. و هم الذین خلفوا رسول الله صلی الله علیه و سلم فی قیادة الامه، و اینها بودن که جاینشین پیامبر شدن در رهبریت امت و قد اختصوا بوصف الراشدین، اینها مختص شدن به صفت خلفای راشد لصفات تمیزوا بها فی سلوک مذتی، چون در رفتار ذاتی خود و در اداره خود برای شؤون امت و رعایت دین و عقیدهشان و حفاظتشان بر منهجی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آورده بود از دعوت، جهاد، اقامه عدالت، امر معروف و نهی از منکر، از بس اینا دقیق و خوب انجام میدادن، اینها به عنوان خلفای راشدین و جاینشینان پیامبر صلی الله علیه و سلم معرفی شدند. وقد تميز عصرهم من بین سایر اصول دول الاسلامیه، دوره خلفای راشدین در بین دوره های کل حکومت اسلامی کلا دوره خاص است، ویژه است، به جمله من الممیزات التي تميز عن غیره، یک ویژگی هایی دارن که اینها با دیگه حکومت ها اصلا قابل مقایسه نیستن، خصوصا در بین اینها دوران خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه که دوران طلایی خلافت راشده هست که سبب ایمان خیلی از افراد شده و خیلی از کشورها به ایمان مشرف شدن و دایره حکومت اسلامی داخل شدن و خیلی از قوانین در سیاست گذاشت و خیلی از نظام ها درست کرد، تنظیم کرد دوران خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه و از همه بیشتر هم بوده
نه از عثمان بن عفان 12 سال بیشتر بوده از بعدا عمر بن خطاب بوده. عمر بن خطاب 10 سال 10 و نیم سال، عثمان بن عفان 12 و نیم سال. خب وقد تمیز، خب اینجا و اصبح العصر الراشدی مع عصر النبوه معلما بارزا، میگه دوران خلافت راشده به همراه عصر نبوت پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نشانه بارز و نمونه کامل بوده. تسأل امه الاسلامیه، که سعی میکرده برای امت اسلامی، تلاش میکرده برای امت اسلامی و کل مسلم، ببخشید، سعی میکند امت اسلامی و هر مسلحی الى محاوله الوصول الى ذلك المستوى السامي الرفیع. امت اسلامی همیشه کوشش میکنه که به اون درجه عالی از سیاست و تدبیر درست و رهبریت و مدیریت صحیح برسد، به حدی که 2 امپراتوری در مقابلش زانو بزند، در حالی که از لحاظ قدرت قدر قدرت نداشت اما عدالت داشت و به عدالت او حتی کافرها چی بودن؟ مقر بودن. عدالت عمر فاروق دیگه زبان زد عام و خاص است. و یجعله کل داعیه نصب عینیه، هر دعوتگری باید نصب عین خود قرار بدهد. یه عدالتی که حتی حق یک یهودی از یک مسلمان، بچه امیر مصر هم باشه گرفته بشه در زمان عمر بن خطاب رضی الله عنه، از بچه عمرو بن عاص رضی الله عنه، بچه او عمرو بن عاص خود او میگیم رضی الله عنه، بچه او اشتباهی کرده، ظلمی کرده در حق یک نفر غیر مسلمان، نصرانی بوده، قبطی بوده و از مصر حرکت کرده آمده به مدینه، او هم به خاطر یک شلاقی که زده و عمر بن خطاب حق گرفته. این میگن اصلا خلافت راشده، که حق مظلوم از ظالم گرفته میشه. مظلوم احساس امنیت داره، مردم احساس امنیت دارن، هیچ کس نمیتونه که حق کسی را بخوره، مطمئنه که من به حاکم بروم حاکم حق من میگیره، حتی اگر اون نفر نصرانی و یهودی باشه در حکومت اسلامی. اصل بحث این است. در خلافت او چیزی که مردم لذت میبرن از خلافت اسلامی، خلافت بر حق و درست، این چیز است که به حق خود میرسن، نه اینکه خون نفر بیارزش، مال نفر بیارزش، نفر اصلا نمیفهمه نصف شب به خانه نفر ریختن کشتن، 10 سالم تیر شده معلوم نیست قاتل او کیست. کسی هم اصلا نیست بپرسه، اصلا یاد کنه. خود نفر از ترس و وحشت باید کشور رها کنه فرار که میشه مرا بکشن. این یعنی نمیتونیم اصلا نسبت کنیم به اون خلافت راشده به خلافت اونها. اصل اینه که این عدالت اینجا ایجاد بشه، امنیت مردم، آزادی مردم، راحتی مردم، تقوا و دینداری و بیداری مردم، سطح علم را بالا بردن. و لحاظا می‌بینیم عمر بن خطاب افراد میفرستاد به شهرهای دیگر، علمای دعوتگرانی، مثلا عبدالله بن مسعود را میگه که خودم نیاز دارم به عبدالله بن مسعود که در کنارم باشد به اعتبار علمی که دارد، اما مردم کوفه را من برای خود ترجیح میدم. اون میفرسته به طرف عراق، به کوفه میفرسته، میگه برو برای مردم دعوت داشته باش. فیحاول فی دعوتی رفع الامه الى مستوى ذلك العصر. هر انسان دعوتگر، هر انسان فهمیده‌ای تلاش او این است که امت را برسانه به او عصر، برسانه، نزدیک کنه به او یا قریب به او بکنه. و یجعله معلما من معالم التعسی. و او دوری خلافت راشده نشانی از نشانه‌های قدوه و الگو و پیشوا برای خود قرار داده، برای اجیال و نسل‌های اسلامی. وقد تضافرت نصوص القرآن و السنه فی تزکیه صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم. نصوص کتاب و سنت تصریح دارد بر پاکی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و تنصیص شده بر عدالتشان و رضایت الله از ایشان. الله متعال فرموده و سابقون الاولون، آیه 100 سوره مبارکه توبه، پیشگامان اولین از مهاجرین و انصار، والذین اتبعوهم باحسان، و کسایی که پیرو آنها به نیکی هستند، رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله از آنها راضی است، آنها از الله راضی‌اند. و عد لهم جنات تجری تحت الانهار، الله برایشان باغ‌های آماده کرده که از زیر آن جوی‌های روان است. خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. از این واضح‌تر چی بگه؟ پیشگامان اولین اینا وعده بهشت داده شده، ابوبکر و عمر و عثمان و علی و بلال و طلحه و زبیر و اینها وعده بهشت به اونها داده شده. اینا سابقون الاولین از مهاجرین و انصارن، سعد بن معاذ و سعد بن عباده و امثال اونها. ابن تیمیه رحمه الله فرموده فالرازقین، الله تعالی از سابقین راضی شده من غیر اشتراط احسان، شرط احسان هم برای اونها نگذاشته. و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار رضی الله عنهم، اما پیروانشان را قید به احسان کرده. ولم یرض عن التابعین الا ان یتبعوهم باحسان، اینا باید به نیکی پیروشان بشوند.
و من اتباع به احسان التراضی عنهم والاستغفار. پیرو نیک اونها چیکار میکنه؟ از اونها راضی است و برایشون استغفار میطلبه. و کسی که به اونها توهین میکنه این پیرو اونها بدهی و آیا این اهل بهشت است یا اهل جهنم است. و من السنه فی تزکیتهم و النهی عن سبهم. در احادیث متعدد داریم، آیات خیلی زیاد نمونه ای آورده. قول پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث لا تسبوا احد من اصحابی، هیچ کس از اصحاب را دشنام ندهید، به بدی یاد نکنید. فان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا، یکی از شما اگر به اندازه کوه احد طلا مصرف کند، ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه، به اندازه یک مد دو کف دست، به اندازه یک مشت، دو مشت به اصطلاح، یا نصف آن که اونها یک گندم جوی صدقه بدهند، این کوه طلایی هم صدقه بده به اون نمیرسه. پس لازم متوجه باشین که اونها جایگاه و مقام خاص خود دارن. روایت در صحیح البخاری و صحیح مسلم حدیث متفق علیه است. و قول پیامبر صلی الله علیه و آله بازم حدیث متفق علیه است، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم، بهترین امت من قرن من است، بعدن قرن بعدی و قرن بعدی. و میما سبق، از اینها باز یتبین آشکار می شود که الله عزوجل ظاهر و باطن اصحاب پیامبر را تزکیه کرده، پاک کرده، بیان خوبیشان را کرده. و انه رضی عنهم و تاب علیهم و وعدهم بالحسنى، اونها بخشیده، وعده خوبی داده و امر کرده ما را برای اونها ما استغفار طلب کنیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان و نهانا عن سبهم و بغضهم، ما را منع کرده که اونها دشنام بدیم معاذ الله و بغض داشته باشیم. و به هر صورت این اشاره شد به سیاست در دوره خلافت راشده، البته شخصیت هایشان و یک دور تاریخی که گذشته. بعدن یه خلیفه اول ابوبکر صدیق باز معرفی میکنه و باز بعضی علامات سیاسی که در دورانشان اتفاق افتاده باز این جریانا رو توضیح میده. و الملامح السیاسیه که تولی ابوبکر چگونه خلیفه شدن، چگونه چی مسائل درک میکنیم، چی برداشت میکنیم، اینا موضوعاتی است که ان شاء الله باز در جلسه آینده ان شاء الله خواهیم خواند. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را به فضل و کرم خود حفظ کند و در پناه خود قرار بدهد. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.